درود دوستان، به اخبار رادیو چاخان خوش اومدید. جنگنده F-16 آمریکایی به شاهرود حمله کرد. این جنگنده پس از حمله به شاهرود توسط گروه ضربت آلفای پشت به سم منهدم و خلبان آن نیز توسط این گروه دستگیر شد. او در اظهارات خود این چنین گفت: به جیزس کرایست قسم، من قصدم حمله به افغانستان بوده و فقط از روی شهر شما عبور می‌کردم. و فرمانده پشت به سم آلفا نیز در جواب گفت: خب زر نزن، این صحبت‌ها دیگه فاضفاتی تنمون نمیشه. و او را برای گرفتن اعترافات بیشتر به خانه امنی در شهر قلاقاسیتی بردند. هرام به شاهرود می‌آید. او هر سال به قصد خرید انگور از باغات رویان و دزیج به شاهرود سفر می‌کند و به گفته او انگور شاهرود بهترین انگور دنیاست و شراب حاصل از این انگور از شراب بوردو فرانسه نیز خوش‌طعم‌تر است. تا درودی دیگر، بدرود.